خسته شدم دیگه. صبح تا شب سر کار، آخرشم به هیچ جا نمیرسیم. من دیدم تو این زندگی چی کار میکنی؟ خستم داداش، از صبح سر کارم گشنمه. داداش از صبح سر کاری الان پولو در آوردی میریم میزنیم پول ندارم. پول ندارم. من دارم. چقدر؟ من دارم بابا زیاد. این نه. این آره خوبه دیگه. چقدره؟ $2 200,000 تومان. کاری نمیتونی چالشش میکنی. 200 تومن 200 تومن تو تنهایی. میریم دنبال بچه ها. من میرم دنبال متی. منم میام دنبال تبک. سامیه زنگ زده میگه بیا بریم کارت دارم. خدا بخیر کنه. اومدش خوشم میاد سرطان یا وا کن درو. اوه بابا ما رفتیم بریم سلام علیکم. داستان چیه؟ کار داشتیم میکردیم داداش، گشنم بدجور. یعنی میخوایم بریم چیز بیز بخریم، یه $2 داریم که باهاش غذا همش $2؟ ببین یه دستور بهت میدم، میریم میگیریم رندشون میکنیم. 200,000 تومان داریم، این خیلی بده. تو بگو 100,000 تومان. پس 100 تومنش بره جلو. اما ما یه مقدار گوش شخ کرده میخوایم ولی خیلی کم میخوایم. بهمون میتونی بدی؟ اندازه 100,000 تومان مثلا. در نمیاد نه؟ آره فرق نمیکنه، هر چی میخوای بده. فقط یه 100,000 تومان چرخ کرده. ما 100,000 تومان گوشتمون رو گرفتیم اومدیم محله دوم سیب زمینی و تخم مرغ بیشتر من خدایی رو نمیدونم. 130,000 تومان. داداش یه دونه این پیاز سفیدا برد، یه دونه هم سیب زمینی برد. کوچیکشو برد. اون 33,000 تومان. تخم مرغ میخوام. اون چقدر شد؟ 10,600. خوبه جلوی بیا. تخم مرغ حالا بگیر. شد چقدر؟ 57 تومان. بچه‌ها ما بریم یه دوتا سس هم بگیریم. یه سفید یه قرمز. خیلی خوب. یه سفید قرمز. از این سس کوچیکا داری؟ چی میگن، یه بار مصرف میگن بهش؟ آره یه دونه کچاپ یه دونه قرمز. چیز سفید. یه دونه کچاپ یه دونه قرمز. خریدارو کردی؟ ما که خریدار کردیم. شما کل خریدتون همینه؟ داداش غذای ما یه دونه پیاز، یه دونه سیب زمینی، یه دونه گوجه. ما که ما البته گوشت خریدیم. غذا اصالت دار. گوشت مامان خریدم، بزرگی. گوشت. بله. یه مرد خونه از سر کار که میاد خونه اینو میخوره، نه اون آشغال. من اینو بگم، ما جفت جایی که رفتیم خرید کردیم هیچ کدوم نذاشتن فیلم بگیریم تا دوربین دیدن هست. من گفتم دوربین قصد جنم شانس ما جنم آروم باش. جنم بخواد. این دونه غذای کی بهتر؟ چند گرفتیم؟ ما دقیقاً الان 5,000 تومان هم اضافه داریم. نه ما 5,000 تومان 5000 تومان به نظرم رشوه بده به داور. 5,000 تومان اضافه داریم. این شد 58 تومان، 59 تومان. این 20 تومان. کجای مرغه؟ این 19 تومان، اینم 4 تا دونه 4,000 تومان، اینم کلا شد 15,000 تومان. میتونم ببینم؟ به عنوان دسر یه 40 تومان هم بستنی آخه خریدیم. مال خروسه. آخه چه کالباسیه شده 10,000 تومان؟ چرا 15,000 تومان؟ 4 تا بعد نمی‌دونم. گوشت چیه؟ خدا مداد داورا برسه. اون موقعی که شما خونه‌تون میشستی مامان بابا غذا می آوردن، محمد حسین سابقه غذا آشپزی آماده. نمی‌شی اینجا ما نمی‌رسه. کجا بودیم؟ تو بیابونای دامغان. درس میخونیم اونجا با عقرب جنگیدیم. آشپزای گل تو خونه. میخوام یه روش بهتون یاد بدم واسه رگگیریه. این جای فیله که نمیتونید بخورید. آقا اینو میگیری؟ چه؟ به این صورت میندازی زرد جای آماده. بذاریم میذاری اینجا محکم میکشی رگش در میاد. به همین راحتی. الان این فیله آب میشه تو دهن. نیم ساعت تایم خرید رفت ویدیو یوتیوب رگگیری دید. شما یه 2 تا آشپزی تو سیب زمینی پوست کندن تو دارین میبینید. کار باید تمیز مال کرد. گوشت سیب زمینی تمیزتر از نره. این خوبه. اشکان کار در میاد. اصلا عجله نداریم ما. این غذا باید با عشق ما پخته نمی‌دونیم شه. بغل اینو مامان بزرگا واسه بابا بزرگا میپزن، برای نوه‌ها میپزن. این غذا اصالت داره. ما آقا یه تایمی داره این کارا تا صبح نمیدونی منتظر شما باشیم. تایم میگیریم کارو دوستان می‌گیری؟ عزیز آبش هم میگیریم. خدایی نگاه بعد اونو نگاه کن. ما چشامو فعلا داریم جمع. آقا ما داریم
فیله ها رو سرخ می‌کنیم. فیله داره سرخ میشه. حلوا هواپس نونم اینجا ماده زده الولا شده. رو نگاه کن. وای چی بشه. اون موقعی که ما می‌خوایم اینو از اینجا برداریم بزنیم اون تو چون آردن و خورشید دوستان دقت کنید دفتر کاغذها رو بردارید دفتر کاغذ شما دست رو میزنید تو آبجوش چون وامیره با اون برمی‌داری تو نمیتونی یه پیاز خورد کنی میخوای دست بزنی تو آبجوش. پیاز اولا که یه رنده دقیقه کردی وایسا. سیلسته شما روغن رو داغ کن. بذار من اول آجی اونو میخوای پاشه نه نشون بده نه جدی نگاه کن آشه اصلا به شما ربط نتیجه نه احمد اون توش گوش ده اینو فعلا ولش بدش ببین نگاه کنید دستمو میذارم اینجا اینا رو اینجا خودین اینجا یه دونه بکن ببینیم برای دیگه نه دستام کثیف میشه زوده ما که غذامون دیگه اینو آماده اول است نکن لایه این اول لایه اول وایسا اونو همینجوری می‌خوای بذاری روش کدومو یه تو هواپس هم یه دور دیگه بده. آره پسر کاش که این نونم توست می‌کردیم نه میره تو هواپس یه ذره کریسپی میشه خودش نصف نکنی نه اینجوری آها دو تا ورق کاغذ خودش آب حالا این میاد اینو یه پتو باید بکشی دیگه این از این حجم کار رو نشون دوربین بده این حجم کار نگاه کن خدا وکیلی پشت صحنه کارو نگاه رقص کسکتی اولیه‌اشو از دست میده واسه الان نذاری نه ترس بنداز برگردون نه جدی دارم میگم باری کلا بابا باری کلا سیب زمینیاش درشت برمیگردونه اینجوری نباید گفتم سیب زمینی بعد ریستر بر ریستر باشه این اصلا نگاه خودت سیب زمینی مامان من خیلی درست میکرد اصلا اینجوری میگرفت اصلا هیچی معلوم نبود خب ببینیم داره اومدن چی درست کردم رو ببین از شما بهتره بستنی رو گذاشتن وسط ساندویچ حداقل بعدش سرو میکردی ندید بعد یاد بگیر شیرینی باعث هضم غذا میشه من میخوام داوره ما یه موقع اصلا من غذای شنیدم گوه شما رو میخورن یه موقع اذیت نشه از اونجایی که این غذا واقعا ظاهرش بهتره بابا بنازم بیا نمره ظاهر رو این میگیره نمره ظاهر رو میدیم به این اونجایی که اوسیدی دارم نمره ظاهر رو به این میدیم خب بریم بفهم نمیشه من خالی تست کنم شما هر جور آره. دوست خالی تست کنید بریم 1 2 3 صدا رو بشه اگازه بعد خوشمزه بابا باری کلا داداش گفت خوشمزه چون اینو هنوز نخوردم اینو بخوره میگه فوق‌العاده است سس سفید و فراموش نکن آقا من یه نمره منفی میدم که مجبورم خوشمزه است بزن اصرار کن با سس بخورید یه خورده بهتر شه. بدون سس خیلی ساده اصلا راحتی غذا واقعا خوشمزه بابا بیا داداش بیا بنازم مزه زخم گوش نمیده چون فکر کنم گوشتش کم گوشیده بود. برای اینکه این غذا رو براتون درست کنیم عدد 1 رو کامل خب بریم بعدی بریم بعدی. اینه نه. چجوری میشه خدایی چه شکلی به نمی‌داره ظاهر واقعا. آقا شما احساس تو انگیزه کامنت ها واقعا. بگید ظاهر این که الان گرفته بالا بهتره یا اون اون که آقا. گرفته پایین نمره منفی بدم نون زیاده نونش کج شده چرا دست میزنی؟ حالم من خورد حالمون من خورد من جای تو بودم حج میکردم اون بر من آشپزم غذا رو درست کردم شما میدونی استیان آشپز میاد دست میکنه تو غذا یا اینو بده 1 2 3 شما منفی شروع کردید این خیلی بده تو رو قرآن بیاید بگید جامبون آماده خوشمزه نیست اینم خوشمزه است نه چقدر یعنی خوشمزه ببین همین که گفت اینم خوشمزه است یعنی آنها نداره آخه نداره کم کم مزهش داره میاد زیر چند تا زبونم. چیز من مزا ترکیب شده فیله نوش سرآشپز گاز، عالی بود پنیر نون الهه خوش تمام بیا اینجا
ببین اصلا با قیافه نام اصلا با کلام داور احتیاج نداره برنده اینجاست. نه کلام سس داور. این دستمال نه بده به چیزی داور. نونش هم که خوش یاد بگیر غذایی که خوشمزه باشه احتیاج به بیش سس از گوش نداره. کنید. همین که داره اینجوری دستمالو میده امتیاز کم. من آدمی هم که عاشق پنیرم. آره پنیرش واقعا خوشمزه این میشه. سلیقه با یا تونستم شاید چسوندن دیگه بچه‌ها عالی بود. هر دونه 1000 تومان خریدن پنیراتون این خیلی تو دعوت آه. شف توکلی هستم. در آینده میخوام رسیدگی اکاد خارج شد. دسر دسر غذا نیست ببین تو سینی تحویل شما میشه دسرمون رو بخورید؟ منتظر. اینا حالم خدمات دیگه داره مشتریشون به هم میخوره خوشم خدمات خانوما هم. خوششون میاد. غذا اصلا من انقدر طولانی بشه. وای چه بستنی کره. دسر بخور زد. دسر تو غذا صدات باعث میشه بچه‌ها اون لذت کافی بعد نه وای، نکته خیلی یا میتونم بستنی بگم من این نکته میتونم بگم اولا که این دسر به این غذا نمیاد شما هم دسر دارید گوجه دارید گوجه بخورید که گوجه کنار غذا برادر من پولمون به خیارشور که نرسید توش نیست ولی دسر خوشمزه است. میتونی جدا اونو مثلا میگه دشانتیون نداره مثلا آخ دارید بیا ببین عمرن اگه ببازم ولی- عمرن اگه ببازم دسر اما یه سالاد میذاشید کنار این. خب دیگه سالاد البته شما داوری من چیزی نمیگم ولی سالاد پیش غذا من عذرخواهی نمره میکنم منفی دارم. نمیخوام نامردی کنم واقعا کتلتش خوشمزه است. یعنی حتی مامانم هم اینجوری درست نکرد. بابا من به کتلت خودش حالا ده. هر چی گذشته آره. ما رقابت ما کردیم یه 10 گرفتیم. ما رقابت سالمی داشتیم کمک هم کردیم جدی ببینیم چی میشه شانس بیرون. شما. تو ظاهرش هم خوب خوشمزه بود ولی خب اینم داداش آقا منم به کتلت ده میدم. اینا واسه الان این چند غذا یه شدیم؟ خوبی عجیب غریبی که داشت این حجم از غذا و خوشمزه یا راست دسر میگی. قیمتش خیلی خوب. ببین و با اینکه کتلت زود میشه سیر می‌کرد. با کتلت میشه 200,000 تومان راحت درست کرد. خیلی عجیبه که این غذا رو با 200 تازه دسر روش من میتونم یه ریز بیام وسطش خواهشن وقتی که نظر میده راجع به غذا چرخ صحبت کرده نکن استفاده کردیم رفته بودیم گوش فروشی فیله یارو هم گفت اینا، من فیله با پنیر، 100,000 تومن کالباس. چرخمو در نمیارم یارو که نه عمو. آقا اینو در 3 2 1 میگیم نظر آخر بگیم جدی بگی سه. هر چی گفتی 2 1 کتلت شما برگر. همینجا مساوی اعلام میکنه شما خودتون واقعا خفن خفن بودن یعنی واقعا خیلی. خفن آقا بودن. تبریک به هر دو گروه. جفتشون خیلی شما هم اصلا نظرتون رو توی انتظار کامنت ها نمی‌رم. مزه گرفتون ولی از روی ظاهر نظرتون رو بگید واقعا ما که مساوی آفرین. کردیم لایک و سابسکرایب رو یادتون نره تا ویدیو بعدی خداحافظ خداحافظ باشه از اول باشی مثلا شلوار رو صرف کن نیفته یه دست ویدیو خوبش اینه که اوپن تازه بذار داور نون آخر رو بخوره اصلا کاری به نکن نه مواد خوشم کاری شما. نمیاد خیلی او شریف